سلام، من فاطمه هستم و اینجا کانال فرست گلیمپسه. من به شهرهای کوچیک سر میزنم، قدم میزنم، نگاه میکنم و چیزهایی رو میبینم که شاید تو شلوغی زندگی ازشون رد بشیم. گاهی تو خیابونای قدیمی، گاهی کنار رودخونه یا وسط جنگل. اینجا خبری از هیجان زیاد نیست، فقط یه سفر ساده و واقعیه، همونطوری که هست. اگه دنبال یه لحظه آرامش و دقیق‌تر به دنیای اطرافی، خوش اومدی به فرست گلیمپس. باعث افتخارم هست که توی سفرهام همراه من هستین. پارت سوم از سفر من به شهر لا آندرتایا، یه شهر شمالی در اتریش هست. شهری که حضور آرامش و رنگ باعث شد من توش حس و حال خیلی عالی داشته باشم. قسمت‌های اول و دوم این سفر رو میتونین از لینک هایی که بالا سمت راست میبینین وارد بشین و تماشا کنین. خب اینجا بالای قلعه است. آمدم بالا. من از برج قلعه بورگلو بالا اومدم و همونطور که میبینی به خاطر ارتفاع و شدت باد صدام نامفهومه. با هم زیبایی این شهر قشنگ رو از این زاویه ببینیم. به نظرم اینجا تمام تابلوهای راهنمای خروج رو ایگنور کردم و از دری رفتم بیرون که نباید میرفتم. در نتیجه این صدا واقعا منو ترسوند. نه تنها ترسوند بلکه باعث شد من ضربان قلبم بالا بره و با استرس زیاد از قلعه بیام بیرون و تا مدت فکر میکردم الان منو یه جوری شناسایی میکنم و میگن که چرا این کاری کردی. وسط قدم زدنم توی شهر چشمم به این ساختمان قدیمی افتاد. بنایی که بیشتر از 5 قرن عمر داره و به خاطر مرامتی که بین سالهای 2003 تا 2006 شده با کمک اتحادیه اروپا، بابت این مرامت جایزه فرهنگی ایالت رو گرفتن. این از اون ساختمان‌هایی که اگه حواست نباشه به سادگی از کنارش رد میشی، ولی داستانش از خود شهرم قدیمی تره. خیلی خوشگله. چقدر با سلیقه از همه جا. ولی از همه بهتر چیه؟ دسرمونه. من بعدها به این قبطه خواهم برد. یعنی بزرگترین خوشبختی ما آدم اینه که میتونیم دسر بخوریم. این چقدر با سلیقه است. کیک و لاتش بسیارشم باید بذارم حسابی چشمم سیر بشه بعد بخورم. شاید باورتون نشه برای من بخاطر عشقم برمیاد از خوشمزگی. واقعا دیگه خالیه. کافه‌ای که بودم دسرش خیلی خوب بود، خیلی، یعنی اصلا
واقعا بهشتی بود. هیجان زده شده بودم از دسر. هیچی اندازه دسر واقعا برای من جذاب نیست. میخواستم غذا امتحان کنم ببینم غذاشون چجوره. دیدم حالا که یه بار اومدم این شهر ببینم دسر چجوره. واقعا انتخاب خوبی بود و بهش گفتم که من کانال یوتیوب دارم که فیلم میسازم از سفرام و حتما شما رو منشن میکنم و معرفیتون میکنم و اونم اسم کانال رو گرفت. حالا ببین که پیدا میکنه منو یا نه. ولی در کل که خیلی روز خوبی بود. خیلی خوشحالم از این بابت که اومدم این شهر کوچیکی بود ولی به من خیلی مزه داد. هم هوا عالی بود. فکر میکردم که این صبح انقدر که سرد بود گفتم احتمالاً شاید به خاطر سرما خیلی نتونم حالا لذت ببرم از این شهر، ولی خیلی هوا خوب بود. بعدم که دیگه انقدر نور و سایه و رنگای زیبا. امروزم تموم شد، دارم میرم ایستگاه قطار. البته قطار تا 1 ساعت دیگه میاد. من گفتم حالا این مسیر که خیلی قشنگه یه مدار پیاده برم. پیاده که باید میرفتم ولی گفتم حالا با بدون عجله برم. آره مرسی که همراهی میکنین، مرسی که میبینین منو و ممنونم که لایک میکنین، سابسکرایب میکنین و کامنت میذارین. حتما میبینم میخونم. من فکر میکردم که بتونم حالا تا یه مسیر نزدیک ببرم توی طبیعت و اطراف شهرم نگاهی بندازم، ولی انقدر شهر لوکیشن قشنگ و نمیدونم مثلا دور از انتظار من داشت. واقعا همشون چشمگیر بودن، به معنای واقعی استاک شدم اینجا. ولی خب ناراحت نبودن، یعنی مثل اون شهری که قبلا رفته بودم و نمیخواستم که چیز کنم، خیلی بمونم توشون. این واقعا همه جاش عالی بود، یعنی هر قسمتش که میرفتم کلی لوکیشن داشت که دوست داشتم عکاسی کنم. عکسای خوبی گرفتم به نظرم. البته امیدوارم ببینیم که بعدن چی از آب در میاد، چون اون لحظه که میگیریم بعدن حالا خوب بعدش مشخص میشه. اینجا منظوریه که گرم رها شده، چون خیلی هاشون پوسیده خراب شده ولی خیلی هم سالم البته. معمولا دیگه تا الان کدوها رو برداشت میکنن، چون فصلشون گذشته. جشنشون هم ببونم گرفتن اگه جشنی داشته باشن. اونم وقت پیش بود. خیابونه به این خلوتی همزمان با 2 ماشین رد بشه. برو آقا برو، تو کاری نداره. ولی چقدر ویوش زیباست اینجا آقا. بازم ممنونم از اینکه همراه من بودین تا انتهای سفر. امیدوارم که لذت برده باشین. ممنونم که کانال رو سابسکرایب میکنین، لایک میکنین و اگر نظر و پیشنهادی دارین برام کامنت میذارین. تا دیدار بعدی مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.